الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 19 از آموزش توحید است و ان شاء الله تعالی در این حلقه نیز به شما معنای توحید را بیان خواهیم نمود. در حلقه گذشته ما به شما حدیث را بیان نمودیم که امام مسلم رحمه الله روایت نموده اند و در کتاب صحیحشان، یعنی در کتاب صحیح مسلم، این حدیث ذکر شده است. حدیث را روایت می کنند از ابی مالک الاشجعی، از پدرش صحابه بود. ابی مالک الاشجعی از پدرش روایت می کند که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. رواه مسلم. هر کسی که لا اله الا الله را بگوید، معنایش نیست معبود بر حق بجز الله را بگوید، و بعد از این به همه آن چیزهایی که بجز الله پرستیده می شود عبادت کرده می شود کفر ورزد، به طاغوت کفر ورزد، مالش و خونش حرام است و حساب این انسان در نزد الله است سبحانه و تعالی. علمای سلف این امت، علمای اهل سنت و الجماعت میگویند که این حدیث از همه بزرگترین حدیثی که معنای لا اله الا الله و معنای توحید را بیان می کند. شما خوب دقت بدهید که با تلفظ کردن لا اله الا الله انسان خونش و مالش حرام نمی شود، یعنی مسلمان نمی شود. همان وقت خون یک انسان و مال یک انسان برای مسلمان حرام است که و مسلمان باشد. و البته کافرها هم بعضی از نمودهایش که شرط شروط دارد. یعنی همان وقت انسان مسلمان می شود که فقط لا اله الا الله را تلفظ بکند و با همین چیزی دیگر لازم نیست بگوید. کسی این سخن را گوید، این از اهل بدعت است، از گمراهان است. چرا که این حدیث بیان میکند که با تلفظ لا اله الا الله، فقط با تلفظ کردنش، حتی با شناخت معنای لا اله الا الله، حتی با اقرار کردن لا اله الا الله و تصدیق کردنش، یعنی به زبان لا اله الا الله را بگویید، معنیش را بفهمید، به قلب اقرار بکنید و تصدیق بکنید که این قول قلب است، و حتی بعد از این بجز الله کسی دیگر را عبادت نکند، یعنی مشرک هم نباشد. با همین هم مسلمان نمی شود. باید بر ضم این، بر اضافه همه این، کفر بر طاغوت ورزیده باشد. یعنی لا اله الا الله را تلفظ میکند، معناش را میفهمد و میشناسد، اقرار میکند به قلبش و تصدیق میکند و شرک را ترک میکند و کفر بر طاغوت میورزد. کفر بر طاغوت میورزد یعنی چی؟ کفر بر طاغوت میورزد یعنی طاغوت را ترک میکند. طاغوت چیست؟ کل ما عبد من دون الله، همه آن چیزی که بجز الله عبادت کرده می شود، و هو من راض، و هو راض، در حالتی که خود همون چیز راضی است. و البته ما حلقه های گوناگون 31 حلقه پیهم خاص در مسئله طاغوت تسجیل نموده ایم. حتما باید گوش بکنید، این فرض عین است که هر انسان کفر بر طاغوت ورزد. ما بیان نمودیم که طاغوت ها طاغوت معنوی هست، طاغوت جمادی هست و طاغوت جاندار است. یعنی طاغوت جاندار به مانند انسان ها، حاکم، هر حاکمی که بغیر حکم الله حکم کرد این طاغوت است.
اطاعت کردن این طاغوت طاغوت پرستی است. هر کسی که از حد کفر میگذرد طاغوت است. هر کسی که ادعای علم غیب میکند این طاغوت است. این ساحران و جادوگران و فالبینان همش طاغوت است. اطاعت به همونها کردن، همونها را تصدیق کردن طاغوت پرستی است. این صوفی های غلات مشرک قبوری که خودش را اولیاء الله میگوید و به شرک دست میزند و به کفریات دست میزند، اینها طاغوت است. پیروی از آنها طاغوت پرستی است. قبر پرستی این طاغوت پرستی است، چرا که این قبرها طاغوت است. طاغوتی بگوییم بیجان، بمانند سنگ و درخت و مزار و اینها طاغوت است. همش طاغوت است. اینها هر کسی که به نزد اونها می رود طاغوت پرست است. طاغوت معنوی بمانند سبحان الله امروزه ببینیم طاغوت دموکرات، طاغوت علمانی، لیبرال، سکولاریزم. کسی اعتقاد بکند که اینها جایز است، اینم طاغوت پرست است، چرا که اینها طاغوت است از نظر عملی هم و اعتقادی هم. پس ترک نمودن طاغوت، ترک نمودن الههای باطل، هر چیزی که بجز الله پرستیده، اطاعت کرده، محبت کرده می شود، ترک نمودن این الههای باطل یا که طواغیت فرض عین به هر یک مسلمان است. و همان وقت لا اله الا الله قبول می شود که انمین طاغوت باید ترک کرده کفر ورزشد. کفر بر طاغوت یعنی چی؟ ترک نمودن طاغوت، دور شدن از طاغوت، اجتناب نمودن طاغوت، بد دیدن طاغوت، اعتقاد نمودن به باطل بودن طاغوت. حتما باید انسان اعتقاد بکند که هر یک طاغوتی که است این باطل است، این مستحق عبادت نیست، این ضعیف است، این دوست شیطان و از شیطان است. و نابود کردن طاغوت در حالت قدرت، اگر قدرت باشد دور نمودنش، دشنام دادن و تحقیر نمودنش، خیلی شیخ سلیمان سحمان رحمه الله و دیگر علمای نجد ذکر میکنند. بارک الله فیکم. پس هر کسی که کفر بر طاغوت نداشته باشد، کفر نداشته باشد به همه آن چیزهایی که یا به هر آن چیزی که یعبد من دون الله، بجز الله پرستیده می شود، کفر نداشته باشد، یا که شک در مسئله طاغوت داشته باشد، به طاغوت شک داشته باشد، یعنی طاغوت معین. بله، طاغوتی که نامعین باشد در این مسئله شک کفر نیست، طاغوتی که نامعین باشد. اما طاغوتی که معین و معروف باشد اما کفر نورزد و شک داشته باشد یا که توقف در کفر بکند، این مسلمان نمی شود، مالش و خونش حرام نمی شود. شیخ محمد ابن عبدالوهاب میگن سبحان الله، ببینید که چقدر مسئله بزرگ است. از این دیگر مسئله بزرگ وجود ندارد، از این دیگر مسئله ضروری وجود ندارد، از این دیگر مسئله آشکار و واضح وجود ندارد. بارک الله فیکم. بارک الله فیکم. و این سخنهایی که ما گفتیم این سخنهای علمای اهل سنت و الجماعت است، از صدر اسلام تا به امروز. در کتاب شرح اصول اعتقاد اللالکی یا که شرح سنة البربهاری یا که شیخ ابن بطة الابانه، کتابة الابانه، یا که کتاب های شیخ الاسلام تیمیه ابن القیم الجوزی، یا که به نظر بکنید به همه کتاب ها، یا که کتاب شرح طحاوی ابو العز حنفی، این معروف است و به این به اجماع علمای اهل سنت و مسلمین است. پس از این سخنها فهمیده می شود که لا اله الا الله همان وقت قبول است که 5 چیز به وجود آید. از این حدیث فهمیده می شود که لا اله الا الله همون وقت قبول می شود که این شرط های 5 گانه به وجود آید. البته شرط صحتی که 7 هست اون جدا هست، با اون جدا است. اولین شرطش بگویم تلفظ کردن لا اله الا الله. انسان باید لا اله الا الله را تلفظ بکند. وقتی که من مسلمانم میگوید لا اله الا الله محمد رسول، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله را بگوید.
همین توحید است. شهادت معناش علم است و اقرار است و تصدیق است و قبول است. دومین چیزی که بعد از تلفظ کرده، دومین چیز ضرور علم است. علم به همین کلمه توحید معناش رو باید بدونید. از این حدیث فهمیدیم که معنای لا اله الا الله رو ندونید شما موحد نیستید، شما مسلمان نیستید. امروز چقدر مسلمان ها معنای لا اله الا الله رو خوب میدونند، صحیح میدونند. بعضی ها معنای لا اله الا الله را، یا بسیاری انسان ها معنای لا اله الا الله را نمیدونند. اگر دانند خطا میدونند، ناقص میدونند. خصوصا در منطقه من و شما. بیچاره خودش را مسلمان میگوید، حتی این کلمه کوتاه زیبای آسان را گفته نمیتواند. در شب نکاحش به یک عذاب ملا تکرار میکناند، به یک عذاب میگوید، معنیش را نمیداند. والله بالله تالله، هر کسی که معنای لا اله الا الله را نمیداند و مسلمان نیست. خواه نماز خواند، خواه عبادت کند، کار نکند، معنای لا اله الا الله را باید بداند که لا اله الا الله چی میخواهد، چی مقصد دارد. انا من مغز توحید است. معنای لا اله الا الله را نفهمیده موحد شدن این ناممکن است. تلفظ بکند، معنای لا اله الا الله را بداند، هم زن و هم مرد. پس شما برادران، خواهران، کوشش بکنید به مردم رسانید، پهن بکنید که لا اله الا الله معنیش چی است، چی میخواهد. و در مسئله لا اله الا الله به فضل و کرم الله 100 حلقه پیهم، 100 حلقه درسی ثبت نمودیم. ان شاء الله در گروه تلگرام و اینچنین در یوتیوب می توانید که ان شاء الله دسترس کنید. و بعد از این سومین چیزی که از این حدیث فهمیدیم که ضرور است برای انسان مسلمان و موحد شدن است، این اقرار این کلمه است. این اقرار کردن کلمه توحید. تلفظ نمودن و اقرار نمودن از هم دیگر چه فرق دارد؟ مثلا یکی از شما اگر سوال کنید که تلفظ کردن لا اله الا الله و اقرار کردن لا اله الا الله از هم دیگر چه فرق دارد؟ تلفظ این عملی زبان است، اقرار این قول قلب است، عملی قلب است. بگیم عمل نه، قول قلب است، یعنی از قلب است، سخن قلب است. اقرار این تصدیق. بارک الله فیکم. یعنی لفظ این سخن زبان، اقرار و تصدیق این سخن دل است. بارک الله فیکم. چهارمین چیزی که برای موحد شدن ضرور است عمل کردن است. این کلمه عمل را میخواهد. توحید عمل را میخواهد. و بزرگترین عمل کفر به طاغوت است. الولا و البرا است. یعنی دوستی کردن به مؤمنین، براءت جستن از کافرین، که امروز در این مسئله ما بینهایت ضعف شدید داریم. امت اسلام در باب براءت بینهایت ضعیف است. بارک الله فیکم. عمل چیست؟ عمل نمودن به تقاضای کلمه لا اله الا الله، به طلباتش، به اصلش. یعنی یگانه الله سبحانه و تعالی را عبادت بکند و شرک را ترک بکند. این عمل است. بزرگترین امر الله که توحید است بجا بیارد. توحید یعنی افراد الله فی العباده، یگانه الله سبحانه و تعالی را عبادت بکند و شرک را ترک نماید. این عمل است. عملی لا اله الا الله همین است و باقی مانده دیگر طلبات های لا اله الا الله را بجا بیارد. پنجمین چیزی که به این موحد شدن ناممکن است کفر بر طاغوت، کفر ورزیدن بر طاغوت. و این از همه مسئله ضروری است. امروز در بین امت اسلام فراموش شده ترین چیز عمل، اصول انمین است. کفر بر طاغوت این اصول ایمان است.
به یکی از طالب علمانی که متخرجی فارغ التحصیلی دانشگاه مدینه منوره بود هم نشست بودیم و چندین از برادران اهل توحید هم همراه ما نشسته بودند. خودی من هم به فضل و کرم الله الحمدلله رب العالمین فارغ التحصیل دانشگاه مدینه منوره قسم شریعت هستم. با اون برادر بگویم کمی صحبت و مناقشه داشتیم که اون نارضایتی خودش را از بعضی از جوانهای مسلمان ملت تاجیک اظهار کرد و بیان کرد و گفت امروز جوانان تاجیک به وجود آمده اند که فقط کفر بر طاغوت میگویند، فقط کفر بر طاغوت سخن میکنند، ما را اذیت میدهند. همین کفر بر طاغوت، دین غیر از کفر بر طاغوت دیگر چیزی ندارد. سبحان الله، طالب علم سخن را میگوید. شرمش باد، از سبب جهلش است. من گفتم که برادر، پیش از این که به این سوال تو کسی جواب بدهد یا که خودی من جواب بدهم، به تو یک سوال عادی است که کفر بر طاغوت در کدام زینه دین جایگیر است؟ آیا یا که در کدام زینه و طبقه ایمان جایگیر است؟ دین ما 3 طبقه دارد، یا که ایمان 3 مرتبه دارد. مرتبه اصل، اساس که ترکش کفر است. مرتبه دوم، واجبات که ترکش کفر نیست، اما فهمیده و دیده و دانسته ترک کنید کفر است، کفر میشوید. مرتبه سوم که مستحبات است، مستحب است، کنید ثواب میگیرید، نکنید گناهکار میشید. کفر بر طاغوت مستحبات است، آیا مستحب است یا که واجب است یا که اصل است، یعنی اساس است؟ جواب داده نمیتواند. جواب همین است که کفر بر طاغوت این اصل ایمان است، اساس است، پیدیوار است که وقتی که این پیدیوار را کج میگذارید تمام دین شما کج میرود. خیلی که در بیت تاجیکی هم میگند گر نیهی غشت اول کج، معمار کج، تا سریا میرود دیوار کج. اگر توحید، اگر کفر به طاغوت کج گذاشته شود، اساس دین شما، ریشه دین شما، این پیدیوار دین شما کج گذاشته شود، خطا گذاشته شود، غلط گذاشته شود، خانه شما، دین شما تا آخر کج می رود. توحید کج شود، دین درست شدنش ناممکن است. توحید خطا شود، دین درست و صحیح شدنش ناممکن است. پس ببینید که غفلت در کجا است، خطاگی در کجا است. و تمام علمای اهل سنت و جماعت وقتی که در مسئله کفر به طاغوت یعنی در مسئله توحید سخن میکنند، کفر به طاغوت را به نهایت خوب بیان میکنند. و شیخ محمد ابن عبدالوهاب رساله خاص در این مسئله، کتاب خاص دارند. شیخ سلیمان ابن سحمان و دیگر علمای اهل سنت و جماعت، شیخ الاسلام ابن تیمیه، ابن القیم الجوزی و غیر علمای اهل سنت و جماعت کتاب‌های خاص در این مسئله دارند. الله اکبر. پس ببینید، هر کسی که لا اله الا الله را بگوید اما عمل نداشته باشد، کفر به طاغوت نداشته باشد، یقین نداشته باشد، یعنی شروط 7 گانه لا اله الا الله را نداشته باشد. شروط 7 گانه لا اله الا الله شروط صحت است: علم، یقین، محبت، یا که بگیم صدق، محبت، اخلاص، قبول، انقیاد. بارک الله فیکم. که این یکی اش اگر ترک بشود انسان مسلمان نمی شود. و به این علما اجماع کردن، این به اجماع تمام علما است. خیلی که شیخ سلیمان ابن عبدالله در کتاب تیسیر العزیز الحمید در شرح کتاب التوحید اجماع علما را ذکر میکند. میگند اجمع العلماء على معنى ذلك فلا بد في العصمة من الاتيان بالتوحيد والتزام احكامه وترك الشرك. اجمع العلماء على من قال لا اله الا الله وهو مشرك انه يقاتل حتى ياتي بالتوحيد. یعنی علما اجماع کردند که هر کسی که لا اله الا الله بگوید وی مشرک است و وی کشته با وی جنگ کرده می شود تا زمانی که توحید را بیارد. یعنی لا اله الا الله باید به خودش
این 5 چیز رو داشته باشد: عمل، کفر به طاغوت، اقرار، تصدیق و دیگر اون شرط های دیگری که ما به شما بیان کردیم. 7 شرطی که لا اله الا الله دارد. پس بارک الله فیکم، این بود معنای توحید. در حقیقت این حدیث معنای توحید رو بیان میکند. بارک الله فیکم. اما دو چیزی هست که با همین دو چیز کفر به طاغوت حاصل نمی شود. شما خوب دقت بدهید. کفر به طاغوت، اصول دین با دو چیز حاصل نمی گردد یا به سبب دو چیز حاصل نمی گردد. یکم شک است. شک و شبهه و ریب و تردد. تردد، شک، شبهه. شک چیست؟ تردد چیست؟ یعنی دودیله شدن، انتخاب حقیقی نکردن در یک مسئله. دودیله می شوید در یک مسئله، شک می کنید. شک، دودیله شدن، انتخاب نکردن، در حالت احتمال باقی ماندن. یعنی شک و شبهه کردن در کفر ورزیدن به طاغوت. طاغوت دیدید، فهمیدید، شناختید، اما شک کرده، اون را تکفیر نکرده، اون به اون کفر نورزیده می ایستید. این دلالت میکند که کفر به طاغوت حالا حاصل نشده است. دومینش توقف کردن در کفر به طاغوت. خیلی که در کتاب فتح المجید شرح کتاب التوحید، یا که قرة عیون الموحدین، یا که تیسیر العزیز الحمید، یا که ابطال التندید آمده است. شک و تردد و شک کردن یا که توقف کردن، کفر بر طاغوت رو به جا آوردن، کفر اهمیت ندادن، به اهمیتی کردن و این چیز رو به عنابت نگرفتن، دلالت میکند که انسان موحد نمی شود. پس معنای توحید چیست؟ معنای توحید افراد الله سبحانه و تعالی فی العباده، یگانه عبادت کردن الله سبحانه و تعالی، یکتا پرست شدن، یکتا پرست شدن، عبادت را تنها به الله سبحانه و تعالی انجام دادن، تمام عبادت را. عبادت چیست؟ عبادت این اسمی جمع هست، یعنی عبادت یک کلمه هست که در زیرش بسیار چیزها رو در بر میگیرد، اما همون بسیار چیز رو ما یک قاعده میگذاریم که جمع میکند. لکل ما یحب الله و یرضاه، هر یک عملی که الله همون عمل رو انجام دادنش رو دوست می‌دارد و از همون انجام همون عمل خوشش می‌آید، خواه این عمل زبانی باشد، خواه اعتقادی باشد، خواه قولی باشد، خواه اعتقادی باشد، خواه عملی باشد، هر یک سخنی، هر یک فکر و اندیشه و عقیده، هر یک عملی جسمی که الله خوشش آید و از همون عمل راضی باشد، پس دونید که این عبادت است. نیکی پدر و مادر الله خوشش می‌آید، پس عبادت است. یک اذیت را از مسلمان دور کردن، به مسلمان کمک کردن، عبادت کردن، روزه داشتن و نماز و زکات و حج و همه این چیزها عبادت است. پاکی و تازگی و محبت و پس همین عبادت ها رو همش رو به الله انجام بدیم، به خاطر الله انجام بدیم، اخلاص داشته باشیم و بعد از این شرک را ترک بکنیم، اهل شرک را ترک بکنیم و کفر بر طاغوت ورزیم، کفر بر طاغوت ورزیم، الولا و البرا داشته باشیم، براءت داشته باشیم. انمین توحید است، انمین توحید است. و بارک الله فیکم. و بعد از این انسان موحد می شود، و بعد از این انسان موحد می شود. بارک الله فیکم. پس کدام انسان ها به طاغوت کفر نورزیده اند؟ کسانی که به طاغوت کفر نورزیدند کی هایند؟ مثال بگویم هر کسی که ایمان به طاغوت دارد، ایمان به قبر، طاغوتی به جان، به انسان، طاغوتی به جان، جاندار انسان، یعنی به طاغوت باوری کند، طاغوت را اطاعتی 100% بکند، در کفر شرک هم اطاعت بکند، طاغوت را در همه حالت پیروی بکند. ما بیان نمودیم
طاغوت حزب وجود دارد، طاغوت حاکمای بغیر حکم الله حکم کننده وجود دارد، طاغوت محکمه وجود دارد. به محکمه طاغوت ها روید، 100% باور کنید این ایمان به طاغوت است. طاغوت سحر و جادو، ساحران و جادویان وجود دارد، به نزد اونها روید، اونها را تصدیق بکنید، پیروی از اونها بکنید، گفته های اونها را باور کنید، شما ایمان به طاغوت دارید. اینها کفر همچنین انسان ها کفر به طاغوت ندارد. به یگان حزب سیاسی داخل شدید، حزب سیاسی دنیوی یا که خودش را به اسلام نسبت داده، اسلامی که امروز خودش را به اسلام نسبت میدهد اما شعارش علمانی و لیبرالی و سکولاریسم و لیبرال و دموکراتی، یا که این گروه های حزب های تمام حزب های کفری که امروز هست به همون داخل شد. این هم طاغوت است، گفته های اونها را اطاعت بکند و 100% بکند. به خاطر این حزب ها الولا و البرا را انجام بدهد. این طاغوت پرست است، ایمان به طاغوت دارد. طاغوت جاندار، طاغوت معنوی، طاغوت بیجان. طاغوت بیجان به قبرها اعتقاد بکند، به نزد اونها رود. این همه طاغوت پرست است، مشرک است، ایمان به طاغوت دارد و این مؤمن موحد مسلمان نیست. دومین نمودی کسانی که موحد نیستند و ایمان به طاغوت دارند یا که بگیم کفر به طاغوت را انجام ندادند، هر کسی که طاغوت را صحیح بشمارد، طاغوت را طرفداری بکند، طاغوت را دفاع بکند، لشکری طاغوت باشد، به خاطر طاغوت بجنگد، به خاطر طاغوت دفاع کند، به خاطر طاغوت اهل توحید را رد بکند، اهل توحید را خوارج بگوید، اهل توحید را تکفیری بگوید، اهل توحید را متشدد و سختگیر بگوید، اما طاغوت را طرفداری بکند، به طاغوت ملایم و خدمتگار طاغوت باشد، طاغوت را راهش را روش طاغوت را صحیح بداند، خواه طاغوت معنوی، خواه طاغوت جاندار، خواه طاغوت بیجان، کدامش که نباشد، اگر این را صحیح داند اینم کفر به طاغوت ندارد، موحد نیست و لا اله الا الله گفتش درست نیست. سومین قسم کسانی که کفر به طاغوت ندارند، یعنی موحد نیستند، در مسئله اینکه کفر به طاغوت ندارند، اینها کسانی هستند که مردم را به طاغوت و طاغوت پرستی مجبور میکنند، مردم را لازم میشمارند. بارک الله فیکم. مردم مجبور میکنند که طاغوت پرست باشند. بارک الله فیکم. بله امروز چقدر مردم ها هست که خودش را مسلمان میداند اما لشکری طاغوت است، یا که مردم را دعوت به سوی طاغوت میکند. طاغوتی این حاکمان بغیر ما انزل الله، طاغوت های محکمگی، طاغوت های بگویم این حزب ها، یعنی مردم را به سوی دین الله، به سوی الله دعوت نمی کند، مردم را به سوی طاغوت دعوت میکند و مردم را مجبور میکند. مردم را امروز کی مجبور به طاغوت پرستی یا که اطاعت طاغوت میکند؟ این چنین لشکرهای طاغوت از میلیسه ها یا که بگویم این مردهای امنیتی، هر یک این سیستم دولتی که مردم را مجبور میکند که اطاعت این قانون بکند، قانونش که طاغوت است، با خودش را مسلمان میگه، اینها مسلمان نیست، اینها طاغوت پرست است، اینها موحد نیست. خودش اگر 1000 بار بگوید که من موحدم، موحد نیست، مسلمان نیست. کسی که موحد نیست مشرک است و مسلمان نیست، کافر است. یا که مدح کردن طاغوت، ثنا خواندن طاغوت، دوست داشتن طاغوت و اهل طاغوت، همه اینها هم انسان را طاغوت پرست میکند و کفر به طاغوت این چون انسان ها ندارد. برای همین برادران عزیز و خواهران بزرگوار، اگر شما قادری رد این کار طاغوت نباشید، هیچگاه طرفدار اونها نباشید، خاموش باشید. قدرت نداشته باشید خاموش باشید، اما اونها را صحیح و درست و مدح و خوب و ثنا نگویید و نسبت طاغوت و طاغوت پرستان و اهل طاغوت محبت
نداشته، باید محبت نداشته باشد، باید بغض و کراهت داشته باشد، عداوت داشته باشد. یا که حمایه کردن طاغوت، هر کسی که طاغوت را حمایت میکند، اینها کفر بر طاغوت ندارند. هر کسی که به خاطر طاغوت دوستی میکند یا به خاطر طاغوت دشمنی میکند، یعنی اگر طاغوت پرست شدی به تو دوست است، طاغوت پرست نشدی به تو دشمن است. امروز سبحان الله چقدر میلیون ها انسان است که وقتی که فهمید که تو موحد هستی به تو دشمن میشود. امروز دشمنان ما الحمدلله میجوشد، نه به خاطر خودم، نه به خاطر اینکه من یک انسانی بد هستم. امروز تمام اهل دیه، تمام اهل شهر، تمام منطقه که ما در همون منطقه زندگی کرده ایم، همه میدونن که ما امین بودیم، صادق بودیم، ما به اونها خیانت نکردیم، نه به پول مال اونها، نه به آبروی اونها، نه به چیزی از چیزی دیگری اونها ما خیانت نکردیم، بدی نکردیم. از ما نیکویی دیدند، بدی ندیدند. از خردی تا به امروز هیچ الحمدلله نقصان کمبودی در بین اونها نداریم. آداب و اخلاق، فهم و درک خوب بود، اما اونها بسیاری از اونها به خاطر این از ما میرنجند، به خاطر این ما را دوست ندارند، به خاطر این از ما میگریزند که ما موحد شدیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینها طاغوت پرستند. اونها میخواند که ما لشکری طاغوت باشیم. بله امروز بسیار مردم است، مردم عادی از سبب جهل همین طور شده است که وقتی که تو طاغوت پرست شدی، لشکری طاغوت شدی، حمایت کننده طاغوت شدی، یک حرامخور شدی، تو را دوست می‌دارند. به خاطر اینکه شاید روزی از روزها تو یک کمک رسانی. اما وقتی که تو موحد شدی، تو صادق شدی، خدمت کننده دین الله و نصرت دهنده دین الله و دعوت کننده به سوی الله و دعوت کننده به سوی توحید شدی، تو را بد می‌بینند. باکی نیست، اما دانند که به این کارشون اونها طاغوت پرست شدند و کفر به طاغوتشون درست نشده است و صحیح نیست و موحد نیستند. پس این چیزهایی بود که به طاغوت دخل دارد. پس حالا سخن میکنیم به اهل طاغوت، طاغوت پرستان، یعنی هر کسی که بغض و عداوت نسبت طاغوت ندارد، هر کسی که دشمنی بر طاغوت ندارد، هر کسی که براءت از طاغوت نمی کند. یعنی براءت چیست؟ ترک طاغوت، دشمنی طاغوت، عداوت طاغوت، بیزاری طاغوت، برای نابود شدن طاغوت حرکت نمی کند. و هر کسی که طاغوت ها را تکفیر نمی کند، کافر نمی شمارد، اینها هم کفر به طاغوت ندارند. پس یک مسئله زمانوی، یک قضیه معاصری که امروز وجود دارد در مسئله کفر به طاغوت همین است که به هر یکی من و شما ضرور است که ما کفر بورزیم به طاغوت زمانه امان، به طاغوتی همین در عصر حاضر وجود داشته، بمانندی سودهای قانونی که وجود دارد، محکمه ها، هر یک ناحیه، هر یک ولایت محکمه دارد، سود رایون، ولایت و غیره. همه انمی منطقه این محکمه ها، این سود، این بنای طاغوتی، این محکمه طاغوتی، ما باید به اینها کفر ورزیم، اینها رو ترک بکنیم، به نزد اونها شکایت، مشکلات خود رو پیشنهاد نکنیم، به نزد اونها شکایت کنان نرویم، کسی رو به سود ندهیم. به سود دادن و مراجعت کردن به سود کفری این طاغوت پرستی است. فرق ندارد این یک سود اقلیمی باشد، محلی باشد، عالمی باشد، فرق ندارد. و این چنین کفر ورزیدن به حکومت‌های طاغوتی. امروز حکومت‌هایی هست که حکومت‌های کفری هست، میگوید که ما خریستیانی هستیم، همش خریستیان است یا که یهود است، اما یک عده حکومت‌ها است که خودش رو مسلمان مینامد، خودش رو مسلمان میداند. بمانندی مثلا نظر کنید دولت‌های عربی، یا که نظر کنید به دولت‌هایی که در منطقه آسیای مرکزی وجود دارد، ازبکستان، تاجیکستان، قزاق، قرغیز، اینها
پرزیدنتش، رئیس جمهورش رو درشون مسلمان میداند و خودش رو در مذهب ابی حنیفه میداند و گویا که اینها پیشوایان مسلمانند، گویا که اینها دولت دارشون دولت‌های اسلام، دولت اینها گویا که دولتی موافق قرآن و سنت، یعنی قرآن و سنت همین دموکراتی است. اینها گویا که پیروان پیامبر هستند، اینها یک بهترین انسان هستند. مفتی های این سبحان الله فروخته شده و بدبختی که علم رو، حق رو پنهان میکند، دین رو به یک نرخ ارزان میفروشد به خاطر شکمش، به آنها فتوا میدهد، میگه که شما این هستید و آن هستید، مهدی هستید و غیر هستید. همه اینها طاغوت است، اینها حکومت های طاغوتی است، یگان تاش اسلامی نیست. بوی اسلام همین آنیده است، همش طاغوتی، کفری، شرکی و همین حاکمانش کافر مشرک است. هر کسی که من رو رد میکرد این مرجعه هست، مدخلی هست، جهمی هست، جامی هست، برای که این به اجماع علمای اهل سنت و جماعت است. چخیلی که ابن تیمیه رحمه الله تعالی، ابن کثیر در کتاب بدایت النهایه اجماع علما رو نقل میکنند، ابن القیم الجوزی اجماع علما رو نقل میکنند و در این مسئله کتاب ها، صدها کتاب نوشته شده است. باید ما کفر ورزیم، طرفدار این حکومت لا لاف زدن، خوب گفتن، برای پیشرفت این حکومت حرکت کردن، سخن نکنیم، حرکت نکنیم. هر کسی که این کار رو انجام میده این موحد نیست. اگر نتوانی ضد این حکومت خاموش باش، خاموش زندگی کن، به درونت بد بین، بغض و عداوت داشته باش. چرا که این طاغوت است. بارک الله فیکم. یا که اگر حکومت رو گفتیم یا پادشاهایش، از پادشاهش براءت رو اعلان کن، همش رو مشرک کافر بگو، براءت رو اعلان بکن، دشمنی بکن. یا که از این مجلس های قانون برار پارلمانی که مجلس ملی، مجلس عالی، دپوتات هایی که است، همه اینها طاغوت است. به آنها دوست شدن و همکاری کردن و غیره کردن، این همش طاغوت پرستی است. یا این چنین به مانند وسایل اخباری یا وسایل خبردهی اعلامی طاغوتی، به مانند امروز تمام کانال ها و شبکه هایی که امروز یا رادیو هایی که امروز دفاع از طاغوت میکنند، اینها رو باید بد ببینی، نظر نکنی، به اینها باور نکنی. امروز یکی از مشکلی مسلمان ها همین است که به اخبارها، به اون شبکه های تلویزیونی یا شبکه های اینترنتی، صفحه های اینترنتی یا که صفحه های اخباری یا که رادیو های که خبر و غیر از نام طاغوت یا که این همه از طاغوت هست، وسایل طاغوتی است، به اونها باور میکنند. در حق مسلمین هر سخنی که این طاغوت ها گفت از همونجا گوش میکنند، باور میکنند. یا که رادیو آزادی هر روز مسلمان ها 1000 بار، 50 بار، 10 بار و 20 بار میدارند، میخوانند، به هر چیزی که گفته است باور میکنند، فکر میکنند که اونها درست میگد. الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه اگر یک مسلمان به تو خبر بیارد در حق مسلمان دیگر، اگر فاسق باشد تو به گپی گفته اون باور نکن، اول انیق کن. حالا اگر کافر، یک مسلمان فاسق سخنش، خبرش قبول نباشد، اول باید ما انیق کنیم، آشکار بکنیم، فهمیم، بعد قبول کنیم. باشد منافق، مرتد، مشرک، کافر، طاغوت به شما خبر بیارد، شما اصلا به این خبر نظر نکنید، گوش نکنید. از همین جهت که ما زمانی که خبری طاغوت ها رو گوش کردیم، رادیوی اونها رو، تلویزیون اونها رو شب و روز دیدیم، ما ضعیف شدیم، نسبت مسلمان ها گمانمان بد شد، اهل توحید رو بد دیدیم. چرا که وظیفه این رادیو، وظیفه این صفحه های اینترنتی، شبکه ها و این شبکه های تلویزیونی که در دست طاغوت است، وظیفه اش بد نشان دادن اسلام، بخصوص بد نشان دادن اهل توحید است. اینها میگد که ما مسلمانیم، ما اسلام رو میخواهیم، اما اسلامی که به خودشون معقول باشد، اسلام نو، نامش اسلام است اما درونش کفر است و شرک است. اسلامی که خود این کفار طاغوت ها ساختند، خودشون اسلام ساختند، اسلام نو، اسلام امریکا ساخته و روسیه ساخته، اسلامی که ریش نداشته باشد، اسلامی که حجاب نداشته باشد، اسلامی که کفر به طاغوت نداشته باشد، اسلامی که الولا و البرا نداشته باشد، اسلامی که توحید نداشته باشد، اسلام صوفی ها. برای می ببینید تمام مفتی، تمام امامچه هایی که امروز هست همش صوفی است. برای اون که صوفی
توحید ندارد، صوفی کفر به طاغوت ندارد، صوفی الولا و البرا ندارد. کسی که توحید ندارد، کسی که الولا و البرا ندارد، براءت ندارد، کفر به طاغوت ندارد و دین ندارد، وی برای کفر خطری ندارد. برای همین برای اونها اجازت است، تلویزیون برای اونها اجازت است، شبکه اجازت است، منبرها اجازت است، هر روز کنستوسیون میخوانند میگردد. مشرکین و کفار است اونها. اما برای اهل سنت و الجماعت، برای موحدین، برای اهل توحید، برای حقیقتا پیروان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلف صالح هیچ راهی نیست. زندگی یا در درون حبس میکنی یا که میگریزی و اگر الله سبحانه و تعالی نصیبت بکند در درون میدان شهید میشوی. برای من حسنی بصری گفتند علما رو در دو جا میتوانید پیدا بکنید، علمای حق رو، یا در زندان یا در میدان، یا که گریزه و پنهان. سبحان الله. ابو حنیفه رو زدند و کشتند، احمد ابن حنبل زده شدند در حالتی که دولتشون دولت اسلامی بود، برای اون که حقگو بودند. بارک الله فیکم. پس بینهایت ضرور است که از کتاب‌های طاغوت نوشته، از خبرهای طاغوت، از حزب‌های طاغوتی، از مؤسسه‌های طاغوتی، از این شبکه و صفحات طاغوتی ما باید چکنیم؟ دست بکشیم، از اینها دور بشویم و هر یک حزبی، هر یک جماعتی، هر یک یعنی شبکه‌ای که خودش رو به اسلام نسبت می‌دهد و منهجش منهجی اسلامی نیست، کفر به طاغوت ندارد، این اسلامی نیست، سلفی نیست، سنی از اهل سنت و جماعت نیست. چرا که اونها کفر به طاغوت ندارد و کفر به طاغوت را یک مسئله عادی می‌داند. پس ببینید هر کسی که کفر به طاغوت را مسئله عادی دانست، این از اهل توحید نیست. با همین این حلقه را به پایان می‌رسانیم و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده به شما ان شاء الله باز معنای توحید رو کاملتر بیان میکنیم. مسئله براءت رو اعلان میکنیم، برای اینکه براءت این معنای توحید